بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا لیتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. نشست به عزای حسین اشک بریزیم برای حسین. همه جانها به فدای حسین. شاه شهیدان جهان یا حسین، شفیع ما روسیان یا حسین. امید ما لطف و عطای حسین. ای همه جانها به فدای حسین. شخصی روایت می کند 1 سال بعد از واقعه عاشورا وارد شهر مدینه شدم برای زیارت قبر مطهر رسول خدا. مشرف به مسجد النبی شدم، دیدم مولایم امام زین العابدین علیه السلام مقابل قبر جدشان پیغمبر مشغول دعا و در حال گریستن می باشند. میگوید شنیدم حضرت
عرضه می داشتم ای جد بزرگوار، معصیتکاران امت حرمت ما را هتک نمودن، فرزندت حسین را در کربلا شهید کردن، ما را اسیر نمودن، شهر به شهر دیار به دیار می گرداندن. عرضه می داشتن یا جدا فرزندت حسین علیه السلام را در کربلا با لب تشنه سر از بدنش جدا نمودن، سرش بالای نی بدنش را روی خاک گرم کربلا رها نمودن. عرضه می دارد ما را به اسارت آوردن، وقتی وارد شهر شام شدیم این دشمنان ما را احاطه نموده بودن با شمشیرهای آخته و نیزه های برافراخته، بر ما حمله می کردن. می فرمودن سرهای شهدا بین اسرا بود، سر پدر بزرگوارم حسین و عمویم عباس مقابل عمم زینب و ام کلثوم بود، سر برادرم علی اکبر و قاسم مقابل خواهرانم سکینه و فاطمه. افسانه ایم که کس نتواند شنیدنش، یا رب بر اهل بیت شامد ز دیدنش. بسم الله الرحمن الرحيم. من لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذاب، وكيف يعاملني ذو الجلال، وإلى أن يكون انقلابي أبي اللطف فهو الغفور الرحيم، أم العدل فهو شديد العقاب.
يا المحب عندنا عمل؟ عندنا غير الحسين عليه السلام أحد؟ لا والله ما عندنا أحد. ها يا المحب، هل تحرق النار عينا بكت لرزق الغتيل بسيف الضباب؟ بعد هل تحرق النار رجلا مشيت إلى حرم منه سامل قباب؟ هاي وصية مولاك الحسين عليه السلام، زوروا ضريحي عقب موتي واقصدوني وابكوا على عظم الرزية وندبوني، وكل ما شربت الماء يا شيعة ذكروني، عطشان ضامي مشرب قاطرة أمي. تنسى الحسين شو نقول له؟ لا والله ما ننساك يا مدلل الزهرة، وما ينسي يا حسين نومك على الغابرة، أجيال تمضي والمصايب كلنا نذكره. شلون تروح ندخل الحاير بالحنين لا طملاص، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدام مولاي من امیر المؤمنین علیه السلام شبی در عالم رؤیا مولایشان امیر المؤمنین علیه السلام را زیارت کردند. آن بزرگوار به آنها فرمود که فردا جنازه ای را نزد من می آورند و می خواهند که در جوار من دفن کنند. می خواهم خارج شوید و ممانعت کنید از اینکه این جنازه را در جوار من دفن کنند. اطاعت امر نمودند. فردای آن روز خارج شدند، ایستادند تا غروب آفتاب، اما جنازه ای را نیاوردند. برگشتند. مولای من امیر المؤمنین علیه السلام در شب دوم به خواب آنها تشریف آوردند. فرمودند میخواهم فردا به خارج شهر بروید و آن جنازه‌ای که گفته بودم ممانعت کنید، با کمال عزت و احترام آن جنازه را نزد من بیاورید و در جوار من دفن کنید. عرضه داشتند امر همایون مطاع است، اما ای آقای ما سبب این امر چه می باشد؟ فرمود حاملان جنازه در میان راه گم کردند، مسیرشان به زمین کربلا افتاد، خاکی از تربت کربلا بر این جنازه قرار گرفت و من به خاطر فرزندم حسین او را قبول می کنم، او را در نزد من دفن کنید. عرضه می داریم آقایا امیر المؤمنین این گونه معامله کردید با این مردم، اما این شفاعت چگونه به دست آمده ای دوستان؟ مولای ما حسین ابن علی علیه السلام با چشمان خود نظاره می کنند، علی اکبرشان را تکه تکه کردند،
قاسمشان را پایمال سم اسبها کردند، زنانشان را به اسارت بردند، برادرشان قمر بنی هاشم را دو دستش را قلم کردند، تیری بر چشم راستش زدند. یقول حکیم آل محمد علی الله له المقام في يوم القيامة تصطف أمة النبي صلى الله عليه وآله ألف صف، فيقف مولانا الحسين عليه السلام ولواء الشفاعة بيده المحب، يشفع بنفسه الشريف ل999 صف بنفسه المحب، ويشارك أيضا في الصف الآخر. ولكن شلون حصل هالشفاعة؟ شلون حصلها يا المحب؟ شاف علي الأكبر مقطعا بالسيوف إربا إربا، رأى العباس عليه السلام المخ سائل على الكتفين مقطوع اليدين، السهم نابت في العين يا المحب. ولكن أكو موقف لما وقع الحسين عليه السلام على واهجة الرمضة، ما تتخيل، خرجت فخر المخدرات زينب شنو تنادي؟ جعلت تنادي أيوا أخاه، أيوا حسينا، أيوا إماما، متوجهة نحو الحسين عليه السلام، يخاطبها الحسين ويا الحسين: إن كان لي عندك دواء داوي جروحي بالعجل يا زينب قبل لا تروح روحي، وإن كان ما عندك دواء للخيام روحي، بار اليتامى والنساء يا هاشمية بعد مولاي ردي الخيمة، قالت الخيمة حرقوها، وردي عيالي قالت عيالك سبوها، وردي سكينة قالت سكينة ضربوها، وكلنا بقينا في فيافي الغاضرية، تقول اخويا اخويا براقعنا خذوها، وسكن العزيزة سلبوها. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوليائه. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وشيعته ومواليه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، وعلى أرواح مشايخنا العظام أعلى الله لهم المقام، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.